خوب شد که زن به دولت یار شد، مملکت از دست زن گلزار شد. نه گلزار نشد، رسوا شد. بیچاره از ترس کمونیست ها این گپ زده بود، از ترس حزب کمونیست و بیورای مرکزی این گپ زده بود. باشه بیزار بود از امروزش کوچه برآمدن، از اما دکترش خواندن که بشانی شوهری عروس کرد، از خجالت بیچاره به مرده برا. گپ حق تنیف فردوسی است، خدا رحمت کند. زنان را بود بس همین یک هنر، که شینند و زایند شیران نر. حضرت محمد اقبال لاهوری میگوید فطرت تو جذبه ها دارد بلند، چشم و هوش از عصفه زهرا مبند. ای انسان میگوید، ای طایفه زنها، وجود شما قوه جاذبه دارد، انسان به خودش میکشد. به این خاطر وجود خود، به خاطر اینکه این توی عروسی است و عروس به خانه شوهر گسیل می شود و توی دختر است، من می خواهم برای مادر عزیز خواهر اسلامی که دختری خوب تربیت کرده است و به وای رسانیده است، همراه با شوهرش و همراه با فرزند عزیزش یک تحفه از زبان رسول بزرگوار تقسیم کنم. و این تحفه هم یک حدیث است که رسول بزرگوار می فرمایند: من عاد جاریتین حتی تبلغ جاء انا و هو هکذا یوم القیامه. هر پدر و مادری که دختر تربیه کند، خواهی خادو خاصه اونها را کلام کند، به وای رساند، اونها را صاحب کسب و هنر کند، اونها را صاحب علم و دانش کند، اونها را صاحب حیا و عفت کند، آداب خانداری و آداب کیوانگی و آداب شوهرداری و آداب خسر و خوشتامنداری را به او تعلیم دهد. بعد از آن که به سن کمال رسید، به سن بلاغت رسید، با رضاگی خود دختر، با خواهش خود دختر، با انتخاب خود عروس برای شوهر مناسب یابد و با نکاح اسلامی به خانه شوهر گسیل کند. این پدر و مادر رسول اکرم گفتن همراه من پیش و خفا جنت می دراید. من عال جاریتین حتی تبلغ جاء انا و هو هکذا یوم القیامه. این خیلی مکافات است برای پدر و مادرایی که دختر تربیه میکنند. این خیلی هم هدیه عالی است برای پدر و مادرایی که دختر دارند. بنابر جوانایی که بعضی میشنم از دختر داشتن نارضا میشوند در زندگی، از دختر داشتن با همسراشان قهری میشوند، و اونها گفتنی هستند که دختر روشنایی چشم پدر و مادر است، دختر زیب خانه است، دختر یاردمچی در زندگی برای پدر و مادر است، دختر دلسوز پدر و مادر است، دختر نامبردار پدر و مادر است، دختر انشاءالله ادامه نسل برای بابا و ماما و پدر و مادر است. زیرا نسل پیغمبر بزرگوار تا قیامت از دخترشان فاطمه باقی مونده است. نباید از دختر داشتن جوانای ما باید ناراحت نشوند. گفت شاعر مشو غمگین اگر دختر بزادی، که از دختر بود پیوسته شادی. وابسته به تربیت است. اگر ما تربیت درست کردن تانیم، از بچه دیده خطرناکتر برای پدر و مادر نیست. فرزندی که خواه پسر و خواه دختر اگر بدره شود، بدگوهر شود، و نشأمند و گراین کش شود، فاحشه و بی آداب شود، چی فرق داره دختر چی بچه؟ هر دوشان برای پدر و مادر آر است، برای پدر و مادر ننگ است، برای پدر و مادر بدنامی است، برای جامعه خطرناک است. اگر فرزند با آداب باشه، خواه دختر و خواه بچه، احترام پدر و مادر داشته باشه، زبان شیرین خوش اخلاق باشه، نمازخوان باشه، در جامعه حسی خودش کار گذاره، این دختر یا این بچه برای پدر و مادر افتخار است.
از مثل وقت این بچه هایی که گاه ها میشنوان با عروساشان قهری میکنن، حتی چند نفر پیش من رفت مادرها که 3 دختر چه قدیش شوهر سرش داده است برای که تو برای من بچه نکردی. عزیزان من، این بچه کردن در اختیاری عروس نیست، در اختیاری تو هم نیست، این در اختیار الله هست. صاحب این نطفه خدا هست، میخواه بچهش میکنه، میخواه دخترش میکنه. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا در قرآن صراحتا میگه یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علی قدیر. خدا میگه من هستم خدایی که برای بندگانم بعضش دختر میتیم پسر نه، برای بعضش پسر میتیم دختر نه، برای بعضش هم پسر میتیم هم دختر میتیم. اما با بعضی هاش معلصف خدا میگه من هیچی نمیتیم، نه دختر میتیم نه بچه میتیم. اونها را به نسل میگذارم که تمام دنیاشان صرف کنن، نمیتونن صاحب فرزند شوند. این فرزندهایی که با راهی صنعی زناشان باردار میکنه از نطفه های دیگر و فرزند حساب نمیشوند برای پدر و مادر. بنابر همین از این آیه معلوم میشود که خدا هست عطا کننده و بخشنده فرزند، نه خانم در اینجا حصه دارد نه پدر. اگرچه علم ژنتیک امروز اثبات کرده است که دختر بچه شدن و بچه شدن وابسته به نطفه مرد است. نطفه مرد کدام نوع چیزاش زیاد باشه میشه دختر، بچه کم باشه میشه دختر. این به مرد، به نطفه مرد وابسته است، به زن وابستگی نداره. زن بیچاره یک کارخانه فرزند براری داره، هر چی شوهر در او گذاره هوایی میتیه. خوب وقتی که تو خودت کمبودی داری، خودت خداوند تو را از این فرزندی نر شده محروم کرده باشه، او بیچاره عیال چی گناه داره که وی از خانم براری پیش میکنی؟ تو برای من دختر کردی. باید مسلمان چیزی که خدا میته به هوای راضی باشه، خواه بچه است، خادم به محفل نورانی. این لحظه های شادی که امروز و فردا در این خانه میشه به خاطری دختر است، به خاطری گسیلی دختر است. انشاءالله داماد میشه فرزند برای پدر و مادری که بچه نداره. داماد خوب از فرزند خوبتر است. بنابر همین از دختر داشتن باید بچه ها، شما جوانای خوب کتاب میکنن خفه نشد. پیغمبر ما رو بینه 4 دختر همسرشان پای در پای کردن، زینب و گلسوم و رقیه و فاطمه. هر کدام دختر میشد پس پیغمبر خدا خدیجه رو بوسه میکردن، از پیشانیش از رخسارش تبریکش میکردن، نه قهری میشدن، نه خفه میشدن، نه ناراحت میشدن. در جامعه‌ای که دختر داشتن در بین مشرکای عرب ننگ بود، عیب بود. با وجود این پیغمبر ما ابوالبنات بودن، پدر دخترها بودن. خوب در این باب صحبت‌های مفصل سالهای پیش زیاد دیگه است که همین قدرش کفایه میکنم. من این خواهر عزیزی که انشاءالله فردا به خانه شوهر میره گفتنی هستم، خواهر عزیز بار دیگه تویت مبارک کنم، با شوهرت بختی شیرین و زندگی خوش نصیب کنه. نصیحت من برای شما اولا است که خدای خود شناس، خدایی که ما را آفرید از دو قطره آب به این زیباگی، به این قد و قامت، به این چهره زیبا، به این چشمان شعلا. او خدا را به چند دوست دار و ایمان بیار، با همه نامهاش و صفتهاش، با همه فرمودهاش، با همه ملائکه هاش و کتابهای آسمانیش، با همه پیغمبرانش، با همه فرموده های رسول اکرم که یکی از اونها ایمانی به زنده شدن بعد از مرگ است، یکی از اونها ایمانی به تقدیر است. شما به من به همش چیزی که پیغمبر از نزد خدا آورده است باور دارم و تصدیق دارم. دویم خواهر عزیز، وظیفه شما شوهرتان احترام کنید. البته بندگی خدا خانه شما در شما همه بنده فرزندای خوب است، نمازاتان رو میخوانید. نصیحت دویم من برای زندگیتان شوهرت احترام کن، شوهرت دوست دار، شوهرت از در که در آمد پیش راستاخه، شوهر که صدا کرد در جوابش لبیک گو، شوهر که یگان خواهش کرد همه کارمون خواهش شوهرت اجرا کن. به اجازه شوهر از خانه به جای نرو، به
به اجازت خوشنامان از پدر و خسر از خانه به جای نرفت. خلاصه اونها را رنگی پدر و مادر دوست داره حرمت بود. زیباگی زن در آدابش است، خوشرویی زن در هنرش است. بنابر همین میخواهی که شوهرت شما را دوست داره، خوش اخلاق باش، با آداب باش، مهربان باش. این است زیباگی. زیباگی قاشچینی و کرسککنی و کاسمتیک نیست. زیباگی سلام کرسات رفتن نیست خواهرای عزیز. زیباگی آداب است. گفت شاعر که حیا باید که دارد آدمی زاد، که لعنت بر وجودی به حیا باد. این از زیباگی. نه به وقتی که شوهر از در درآمد پیش راستا که شوهر که یگان خواهش اجرا کن، گپ گردان نشان، ناپسند نشان، قیس انگلات احترام کن، پدر و خسر و خوشنامانت احترام کن. شوهر سحر که کار دمیره تا دری در گسیلش کن، براش دوست داشتنی غذاش آماده کن. خلاصه شما این خدمتایی که شریعت بالاتان تعیین کرده است برای شوهر اجرا کرده، شوهر هم شما را دوست می‌دارد، شوهر هم شما را احترام می‌کنه. بنابر داماد عزیز شما را هم تاکید می‌کنم در نوبت خود عروسان را دوست دارید، نسبت او با آداب باشه، خوش اخلاق باشه، در زندگی همیشه چهره کشاده و پرتبسم باشه، نه بد قواق و نه بد لفظ و نه بد هیبت. رسول اکرم تا خیاروکم لنسائی، بهترین شما مردها همون مرد است که با همسر زندگی خوب دارد، اخلاق خوب دارد، چهره کشاده دارد، زبان شیرین دارد، آل همتی و جوان مردی دارد، بچه های خوب. بهترین صدقه شما همون هدیه است که برای خانومتان میبیاره. شما وقتی که ماهانه تان گرفته، شهریانه تان گرفته، از جای کاری، از دکان، از راه در یک خوشبویی است یا یک دسته گل است یا یک لباسی خوب است برای عروستان بیاره، این بهترین صدقه است. رسول اکرم تن بهترین صدقه همون پولی است که شوهر برای خانمش صرف میکنه. انشاءالله شما هم که شوهرتان عروستان حرمت کرده و هم شما را حرمت. آدمای قدیم میگن صدا از دو دست میبرد، یعنی شما خوش اخلاق و مهربان باشه، خانمتان به شما شیرین زبان و مهربان میشه. شما جوان مرد و فرمان بردار باشه و یا نسبتی شما فرمان بردار باشه. خلاصه این نصیحت کوتاه بود برای هم داماد و هم برای عروس. دعا کنیم خداوند بین این جفت زیبا الفت و محبت پیدا گرداند، در لبهاشان تبسم و در آغوششان فرزندان دوست و یک شیرین و اهل قرآن خداوند به دنیا بیاره. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما.